خب بیایید بریم سراغ چند تا ابزار هوش مصنوعی خفن و بدون سانسور که حسابی دستتون رو باز میذاره. تا حالا شده یه ایده عالی داشته باشید و هوش مصنوعی بهتون بگه نقض قوانین محتوا خیلی رو اعصابه نه؟ میخوام 3 تا ابزار فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم که کاملا رایگانن و این مشکل رو حل میکنن. فقط یه نکته مهم، هدف ما اینجا فقط و فقط آزادی خلاقیته، نه ساختن محتوای غیرقانونی. خب، ابزار اول هاگینگ فیس هست. اینجا یه عالمه مدل هوش مصنوعی مختلف پیدا میشه. یه راه خیلی ساده برای پیدا کردن بهترین مدل‌ها. توی اسپیسز کلمه NSFW رو سرچ کنید و بر اساس لایک مرتبش کنید. حالا شاید بپرسید NSF دقیقاً یعنی چی؟ خب یه دسته‌بندی کلی برای محتوای حساسه. مدل مورد علاقه من این یکیه، چون چهره‌هایی که میسازه خیلی متنوع و واقعیه. خب ابزار بعدی دیجن AI هست که واقعاً یه تحول بزرگه و قابلیت‌های جدیدی به ما میده. باورتون میشه هر روز 300 تا اعتبار رایگان بهتون میده که باهاش کار کنید. نکته جالبش اینه که کلی افکت سینمایی و قابلیت تبدیل عکس به ویدیو هم داره. تبدیل عکس به ویدیو هم خیلی ساده است. فقط کافیه عکس رو بسازید و دکمه ساخت ویدیو رو بزنید. و بالاخره ابزار سوم ایمجین که داخل پلتفرم گراک قرار داره. این ابزار یه سری محدودیت‌ها داره ولی در عوض مزایای خیلی خوبی هم ارائه میده. اول اینکه ساخت عکس و ویدیو نامحدوده. دوم اینکه هر عکسی رو میتونید متحرک کنید. مثلا میتونید عکس دوستتون یا یه عکس از گالری گوشیتون رو آپلود کنید و اون رو متحرک کنید. خب اینم یه مقایسه سریع. هر کدوم از این ابزارها یه نقطه قوت خاص خودشون رو دارن. خلاصه که با این ابزارها آزادی عمل کاملا دست خودتونه و میتونید هر چیزی بسازید. بهترین راه یادگیری اینه که خودتون دست به کار بشید، برید و باهاشون کار کنید و لذت ببرید. امیدوارم این راهنما به دردتون خورده باشه. حالا که دیگه محدودیتی نیست، شما قراره چی بسازید؟